روز 1 اپریل سال 2024 نام‌ها و نخستین ویدیوهای بازپرسی‌های دو توجک در جریان یک عملیات ضد ترور در جمهوری داغستان روسیه دستگیر شدن نشر شد. بنا به خبرها از 4 عضو این گروه پنهانکار 3 نفر، یک زاده خود داغستان در شهر کاسپیسک و 2 تاجیکستانی، عبدالواحد فیض‌الله 36 ساله و رستم سیدزاده 24 ساله در مخچکله پایتخت داغستان به دست افتادند. گفته می شود که توجک‌ها در مخچکله در خانه متعلق به نامزد به وکیل دهه مکساب نویه خسویورد میکائیل علی خوجایف اجاره می نشستند و از خانه آنها یک ریوالور، یک پیستولت مکاروف، تیرها و شناسنامه با نام مدینه نظریایووا یافت شده است. خود نظریایووا در خانه نبوده است، ولی گمان می رود که او نیز به اعضای این گروه کمک می رساند. ولی مقامات قدرتی دستگیر شده ها را به جنایت‌های خیلی سنگین‌تر، مبلغ گذاری و تامین سلاح عاملان حمله روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو و آمادگی به انجام حمله تروریستی در کاسپیسک ایبدار می‌کنند. گفته می‌شود دستگیر شدگان قصد داشتند که بلافاصله در پی انجام این حمله در کاسپیسک طرح قلمرو روسیه کنند. در ویدیوهای بازپرسی‌هایشان که فیسبوک نشر کرد، چهره‌های دستگیر شدگان پوشانده شده است. برخی از آنهایی که در روی زمین با دستان از پشت زول نزده‌اش در روی زمین خوابانده شده است و سرش را یک کارمند مقامات بالا برداشته است. چنین سوال و جواب صورت گرفت: سلاح در کجاست؟ در دست صابر؟ بمب در کجاست؟ در منزل من؟ کجا را می‌خواستید بترکانید؟ ساحل بحر را در کاسپیسک؟ معلوم نیست که این اعتراف گناه در چه شرایط گرفته شده است، ولی پاسخ‌های زاده تاجیکستان از یاد کرده شده می‌نمایند. بازداشت شده دوم که در پشت میز نشسته حرف میزند و تصدیق میکند که آنها قصد انجام حمله در یگان مکان پرازدحام در شهر کاسپیسک یا در باغ غلبه و یا در ساحل بحر را در سر داشتند. او همچنین اعتراف کرد که به عاملان حمله کراسنogorsk هم با پول و هم با سلاح کمک رسانیده است. من برای این بچه‌هایی که به کراکوس سیتی هال حمله کردند سلاح برده بودم. سلاح را از مخچکله تا میتیش بردم، گفت او در ویدیو نشر کرده فیسبوک. در کدام شرایط گرفته شدن اعتراف گناه روشن نیست. مقامات قدرتی داغستان نیز با ساختن و بفتن پرونده ها با استفاده از شکنجه به اعتراف گناه وادار کردن دستگیر شدگان نام برآوردند. در جمهوری داغستان بنا به آمار وزارت کارهای داخلی این جمهوری حدود 400 شهروند تاجیکستان رسما ثبت نام شدند.